ماشاءالله به این درد چقدر سنگین، از جنس سنگ و چوبه. بفرمایید آقا، به جای اینکه بخوام بریم پول واحد آپارتمان بدین، واحد آپارتمان خریداری بکنید، همون پولو تو خیابون آذر بیایم بدیم به ما، یه خونه تریپلکس درجه یک واسهتون خریداری میکنیم. یه تریپلکس نقلی که همه چی توش پیش بینی شده. طبقه همکفمون توی این قسمت، آشپزخونه اینجا، فول فرنیش آیگه هستش آلمان، فرماکروفر که این قسمت، یخچال تو کارمون، قسمت پایینش فریزر، باز این فضای این طرف هم باز یخچالش داره واسه جایگذاری وسایل، گاز صفحه‌ایمون که این قسمت قرار گرفته، باز اینجا ماشین ظرفشوییمون آیگه توی کار اومده کار شده و سینک دستساز دوقلومون هم که توی این فضا. اینجا یه دونه نشیمن داریم توی طبقه همکفش که تیوی رو میتونید روی این دیوار طراحی بکنید و یه دونه آسانسور داخلی هم توی کل این مجموعه ساختمون اومده پیش بینی شده. هم طبقه همکف دسترسی داره، هم طبقه بالا و هم طبقه پایین. نورگیری از سمت جنوب و توی سالن توی این قسمت داریم. بریم طبقه اینجا هم، من قبلش بریم که پایین بهتون نشون بدم. اینجا هم فضای پارکینگمونه. اینجا حدوداً 120 متر زمین داره، دو کلم هست. یه در از اون قسمت بود که داخل وارد شدین شما، یه درم از کوچه پشت داریم که فضای پارکینگ هم از اینجا دسترسی داره. پایین این خونه تریپلکس یه دونه مهمون خونه خوشگل اومده واسه شما پیش بینی و طراحی شده واسه مهموناتون و مهمونداری و اینا. اگه بخواید تشریف میارین پایین، این پایین رو کامل استفاده میکنین، استفاده خیلی خوبی ازش میشه کرد. و چقدر خوب که یه دونه آشپزخونه جداگونه هم این پایین داریم، یه دونه سینک ظرفشویی و یه دونه قهوه ساز آریستون این قسمت اومده کار شده. اون قسمت هم که تمام کمد واسه یه کابینت واسه چیدن وسایل آشپزخونه، آسانسور توی این قسمت دسترسی داره. نورگیری مهمون خونه پایین از این فضا، از این نورگیری هستش که تا پشت بوم دسترسی داره. اینجا هم باز کمد دیواری و چوبکاری و اومدم براتون انجام دادم واسه یه حالا لباس و جا کفشی و اگه وقت بخوان مهموناتون اینجا چیدمان بکنن. یه دونه سرویس بهداشتی هم توی این فضا داریم. این پشتم که پکیج و موتورخونه و این چیزا قرار گرفته که کاریش نداریم فعلا. خب این طبقه پایین شد. سیستم سرمایش گرمایشمون چیلر فنکوئل هست. توی اتاق خوابا هم اسپلیت اومدن کار کردن. درب ورودی این خونه ویلایی که از این قسمت بود، اینجا جا کفشی بود توی قسمت ورودی. حدوداً 320 متر ساخت داریم اینجا. قیمتی که براتون تو کپشن گذاشتیم، حالا بریم ببینید با این قیمت توی خیابون آذر تو کوچه باغ جنت به صرف است براتون که بریم واحد آپارتمان خریداری بکنین یا این خونه ویلای تریپلکس. دیگه انتخاب با خودتون. تو طبقه بالای اتاق خواب اولمون توی این فضا اومده قرار گرفته که حماما هم اینجا دوتا روشور اومدن این قسمت کار کردن. یه نورگیری از پشت بوم توی این فضا اینجا داریم. اینجا هم که تماما کمد دیواری اومده کار شده سر تا سر. یه نورگیری از سمت جنوبم باز توی این اتاق خواب از این فضا داریم. اینجا هم که تماما کمد دیواری اومده اینجا سر تا سری براتون کار شده. چقدر خوشگل و عالی طراحی شده اینجا. یه دونه سرویس بهداشتی اینجا که حمام اصلی هم هست. حمام پشت اونجا سرویس فرنگی هم داره. اینا تماما کمد این قسمت اومده کار شده. باز آسانسورمون به اینجا دسترسی داره. این قسمت اتاق خواب دوممون نورگیری از سمت جنوب، کمدای دیواری توی این فضا و یه نورگیری خیلی خوبم از این نورگیری که تا فضای مهمون خونه پایین میرفت باز از اینجا داریم ما. و اتاق خواب سومم که توی این فضا اومده قرار گرفته که این اتاق خواب باز کمد دیواری و یه نورگیری عالی از پشت اون توی این فضا. محسن این پنجره رو یه دقیقه نشون بده، خالی از لطف نیست. و این قسمت هم که اینجا هم یه بالکن اختصاصی واسه این اتاق خواب ما داریم. آقا خیلی عالی بود. حجابدار و همه قسمت ها حریم خصوصی خودش حفظ کرده بود. از اینجا هم باز پنجره و نورگیری داریم. یه تریپلکس نقلی درجه یک که لوکیشنش هم خیلی خوب تو خیابون آذر اصفهان قرار گرفته. کفا هم که ترکیبی سنگ اسلب و پارکت و همه جوره کار شده بود. واسه بازدیدش حتما با همون در تماس باشین. خیلی خیلی خونه خوبی بود. دوستش داشتم. تقریبا 100% ساختم بود ولی همه جاشو مفید استفاده کرده بودن. واسه بازار با شماره که انتهای کپشن هست در تماس باشین. قیمتش هم که براتون انتهای کپشن گذاشتیم. در خدمتیم.